سلام دوستان، خوش اومدید چنل خودت چنل سام گیمینگ. بچه تو قسمت اول رفتیم آیرون به دست آوردیم، حداقل 18-19 تا اینا میشد آدم بودن. بعد من فکر کرده بودم ویدیو داره ضبط میشه، ویدیو ضبط نشده بود و من اشتباهی چیز شد، من نفهمیده بودم و من چست پلیتینا ساختم و نشد و زمین، ولی اشکال نداره. تو این قسمت ما میریم خونمونو میسازیم، اشکال نداره. وای 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 آقا چرا گردم آقا داریم گردم دارم همشو برو بیناموس ای قبول داری اینا بیناموس زامبیا بیناموسن. لایک کن، ساب کن. خب اول باید زمین رو صاف کنیم. آقا واقعا ما مشکل داریم. مشکل داری؟ مایی بسوسی بسوس. بمیر بدبخت، با حق بچینه که بمیری، تازه نباید زنده باشی. عاقبت این زامبیا مردنی. باید همه دون بدونیم که همین زامبیا استیون. واقعا عجیب نیست؟ دختران الکسن هوش بالا دیگه. خب زمین رو باید صاف کنیم، به این درتاش هم حتی لازم داریم ویلیج هم پیدا نکرد هنوز که هنوزه ویلیج پیدا نشده. واقعا عجیبه، واقعا عجیبه. حتی ما نشد که این باک میخوره. هم اسکلتون بود. من تو این سری بمیرم دیگه واقعا بدبختم. بمیر. این حیوانه رو بدشون مردنیه. خب اندازه کافی صاف نشد، با خیلی صاف بشه، یعنی خیلی، یا از خیلی منظورم خیلی. لوز که هنوزه هیچ زیر میزنم. ما باید اینجا رو هم پر کنیم. امروز درس چی داریم؟ درس ریاضی داریم. خب 1 2 3
بذارم obsidian همش گوشته. خب بنظره کافی خوبه؟ نه خوب نیست. این رو ما کارو میکنیم. کامنت رو روشن میکنم، میرم رو کودک نمیدونم کودک هست یا نه، ولی هنوز کامنت ها ما روشنش کردم آقا، ولی هنوز روشن نیست. واقعا عجیبه. اینو باید بذارم. بدترین درسی که خوندین چی بوده؟ اگه هنوز بدترین درسی که امتحان داریم، بدترین درسی که خوندین چی بوده؟ من که از ریاضی خیلی بدم. همه بده شما من نیستم همه بده شما. این یاد جدول ضربه اونو باید یاد بگیریم، بگن اینو باید امتحان بدیم. من لازم مهمی هم من نمیدونم اون چیش مهمه، فقط اینو بذاریم بپرده. این مثلا گوسفند داره باسنت میزنم. به من میگن بطمنی دل نمیدم سرسری، با لباسای زرزری دل میبرم از هر کسی. باگش برای نیستم. خوب اصلا نمیفهمم نامشون. اینا رو بذاریم اینجا خوب میشه. خوب این رو باید که درم باید داشته باشه. این باید دیدم چون داشتم بدرک. اینا رو رفتیم بذاریم همیشه اینو مزاحم بودم. منم همیشه اینو مزاحمم، مخصوصا کریپرا. چون هنوز قسمت دوم وان بلوک ما نذاشتم. یعنی میگم این روزا اصلا چون یکی دو ماه آینده چیز میذارم، وان بلوک نذارم.
وان بلوک یکم ازش زده شده، چیز شده، خاص شده. اسکوری بلوک هم مثلا بازی شده. ولی اون ماینکرافت در شیشه میذارم. ماینکرافت در شیشه دقیقا خوبه. چیزی هست میم شیشه ها رو میگردیم و همین what؟ اون چیه؟ oh my god آدم پذوری یار میکرد. میگم اون ویدیو آرکورد قسمت اولم 10 تا بازدید برسه واقعا میرم و موضوع میارم. بچه این توفنگ میسازه. این چی میگن؟ زامبیه، مود زامبی توفنگ میسازه. ولی زامبیش خیلی وحشی، اما توفنگ هم نمیمیرن به خود. موقعا هم نمیمیرن. چی رفتیم؟ نیبل چست مثلا ناگا چست چیزی به درد همه چی اونو میذاریم اینجا. همه چی اونو یه دونش هم نخورد بیاش. همه چی اونو میذاریم اینجا. اینا رو فقط برمیداریم. رفتیم همه اینا رو پلنگ میکنیم. یکم طول میکشه. پیشنهاد بکنم اینجا رو بزنیم جلو. واقعا هم طول میکشه. خیلی طول میکشه. 4 سک 4 سک میشن. تو سری بعدی چیکار کنم؟ یعنی تو قسمت سوم چیکار کنم به نظر؟ شما بگید. این موقع دیگه باز میذارم اگه باز باش. 16 تا 16 تا از این 16 تا هم از این 16 تا میریم بالا. دو 16 تا 26 33 تا اشتباه نکنم. واسین یه محاسبات ریاضی یادم زیاد خوب نیست. 16 با 16 26 27 28 29 30 31 32 درست. 32 تا هم از این
چند تا شد؟ چند تا موند؟ زیاد بود. شم اومد بازم میریم پیدا. اما میام این ور رو صاف کنم بهتر بشه. این دو رفتیف رو بکنم. رسول کرافت رو دیگه میشناسیم. یه بار آموزش چیز گذاشته بود، پرواز کردن با الایترا، اونم تو بتزاش هم یاد داده بود. ولی یه کاری که رفت این اصلا تغییر داد. این شاید یکی اونجوری بلد نبود. توی ویدیوی بعدی میدونم باید چیکار کنیم. حتی از اونم بهتر، از رسول کرافت هم بهتر. رسول کرافت که دیگه همه میشناسنش، 100,000 تایه شد. همین من این ربطی نداره. خودم من نمیدونم چند تایی شدم، واقعا عجیبه. این چیزی میمونه که رو تخم مرغ داری میپزی، نمیدونی باید چیکار کنی. گوسفند، خیلی گوسفندی واقعا، خیلی. بچه این سریا رو تموم کردم، یعنی سری هاردکور رو تموم کردم. بعد میخوام چیز کنم، چی میگن دیگه، تو کامپیوتر فقط، یعنی دیگه تو گوشی نمیخوایم باز کنیم، فقط کامپیوتر، هم جاوا هم بدراک. اینجوری خوب میشه. این ویدیو رو رسول کرافت فقط ببینه، دوره ضبط میشه. هیچ کدومش نرسید که، اشکال نداره، بازم میکنیم. ما پول داریم، زیر میزنم. چی میشه ما این کرافت مین دنیای واقعی میمردیم زنده میشدیم. هیچ دادم. وای داشت میومد دنبالم. گم شد، بیا برو اونور. من اعصاب ندارم، میگیرم من تو بارت بکنم، زیر میزنم. آقا گم شد اونوره.
یه دونه یه دنه من ای او ای اوی نه 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 ریدم آجی ریدم خودم اشک میخوام اینو فوش بدم ولی نمیخوام ولی فوش نمیدم من تو این سری بمیرم این دو اسم دوم بمیرم دهنم من یه واقعا ویدیو نمیسازم فقط صبح شه فقط همین تمام من نمیدونم چرا کریپر رو جزو ماب حساب کرده ماش فارم خوبی میشه درست کرد ولی دیگه وحشی نباشه که یانن اون شمشیر آهنی از کجا بازی بینم یعنی آهنی چیه دادم میخوام یه دون فوش بدم ولی میدونی فوش بدم بد میشه یه دونه یه دل من بابا حال میکنی یه دونه یه دل من کریپرها هم اعصاب آدما رو خورد میکنن هم میرینن تو چیزی که ساختی یه بار رفتم مایکت کامنت های ماینکرافت رو بخونم یعنی چه کامنت های سمی گذاشته بوده یه نفر نوشته بود چی میگن من خونه ساختم توش یه چیز سبز اومد خونه‌مو ترکون چند سال تو کما بودم اون چیزی که سبزی که میگی کریپره این داری این ویدیو رو میبینی اون کریپره همه تو کما میرن فقط تو نیستی همه تو کما میرن من دیگه داشتم سکته میکردم تو حالا وضعت خوب من داشتم سکته میکردم آدم خسته میشه اینقدر با دست چیز میز میکنه من اینا زیاد دارم حرف میزنم ما یه ریتمی بریم دیگه حسین آهنگی چی بود؟
شمال کویر نداره، جنوب بدی نداره، حال عرب خلیج نداره، عرب خلیج نداره، اصفهان فقیر نداره، عراق سفید نداره، حال عرب خلیج نداره، عرب خلیج نداره. من یه چیز میز بلد نیست. انقدر دویدم از دست این زامبی و کریپرا نمیتونم بدوم. خونه غذا داریم. نونه خوریم، میزنیم برمدن، میریم ادام. بگه من از اینجا شروع کنم، میرسم به اینجا، از اینجا شروع کنم، میرسم به اینجا، از اینجا شروع کنم، یعنی از اینجا شروع کنم، میرسم به اینجا. پس ردیفه. یعنی من میخوام یه چنل دیگه هم بزنم، ولی گیمینگ نیست، یه چنل اگه بشه میخوام یه چنل خوب بزنم، یعنی فقط چالش های گیمینگ نباشه دیگه. یوتیوبرها چیکار میکنن؟ از اون کانالا این احسان میرزاد که میبینین دیگه خودتون. آماگاد نشان کردم. من این ردیف رو با این پر میکنم. بچه من حوصله سربره، مایکرافت خودش حوصله سربر نیست. من دیوارا رو بزنم ویدیو تمومه، خسته شدم. آدم خسته میشه واقعا. اگه قبول داری لایک کن، سابسکرایب کن، هر کی ساب نکنه گیه. نه 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 روی سکته کردم. این از کجا اومد؟ من این سری رو تموم کنم دیگه اصلا هاردبور نمیذارم. نه هم سرویس شد از دست این هم سرویس ها. من دارم کریپراس از کریپرام یه چیز در میاد، یعنی هیچی در نمیاد. ای خدا. من
خب من اینجا رو یه استوب کنم میرم و برمی. خب دوستان چیز شد، من ویلیج پیدا کردم و همین اون نرسید، چی میگن، چوبمون نرسید زیاد، این چوب نمیدونم اسمش چیه نرسید، نمیدونم چرا نرسید. الان چیکار کنیم نمیدونم. ماشاءالله بهش بگیم. بریم غذا غارت کنیم، غذا غارت میکنیم. نوناشون کجان؟ من نون میخوام. نون کجاست؟ نونشون کجاست؟ نگو که از اون نوناش. غارت میکنی. روز نهمی هنوز. اصلا من این چیزم نگاه نمی کنم. من گوشتم هیچ دقتی روش ندارم و گوشتمه. اگه این تمام بشه میمیرم، یعنی واقعا میمیرم. نمیمیرم و نصف قلبم میمونه. نیستیم این کرافتین تیبل بسازم. این نونا رو بذارم. الان داریم این گوشتم نمیشه، این گوشتم رو میشه. خب اینجا که ویلیج پیدا کردیم که هیچ، بریم خونمون. ویلیج رو میخواستم که چیز کنم، چی میگن، غذاشون رو غارت کنم. این ویلیجر بیکار روی این پورتال خراب. این برش خونمون، نه اینجا رو نه. یه رو اینا بشینی را بری هیچی نمیشه. راست میگفتم. دستش چی داره؟ 13 تا این آینه کوچولو. چی؟ پروتکشن آیوی.
هندر این چیه؟ نمیدونم. اونو گلدن اپل بود، خوبی داشت، بد نبود. گلدپل هم که گلدپل چرا میگم گلدن اپل هم داریم. همین اندازه یه دونه کلا هم میشه. جردمون نمیخواد. آره گلمون نخوشته. بل کن. من این به اینا اصلا توجه نکرده بودم، اینا اینجا اصلا چیت هم نزدم. من چیت بلد نیستم بزنم. اینش خونه مادر بزرگ هزار تا قصه داره. خونه مادر بزرگ شادی و قصه داره. خونه مادر بزرگ شادی و قصه داره. خونه مادر بزرگ شادی و قصه داره. بعد اینا رو با اینا پر کنیم. مجبوریم که با اینا پر کنیم. دیگه نیست. اینا رو من نمیدونم از کجا پیدا کردم، چون که نمیدونم از کجا پیدا کردم، به خاطر اینکه نمیدونم از کجا پیدا کردم. من خودم خسته میشه، کاری هم نمیتونه کنه، ولی به من میگم بتمنی. اینو بدارم بهتره. به من میگن بتمنی، دل نمیدم سرسری، اون لباسای زرزری، دل میبرم از هر کسی. بقیشم نمیشه. خب چی کار کنیم؟ این ردیف هم که درست کردیم، اینا رو خودی نمیداریم. یه کار دارم باش. این شب دل من حوث رو تب کرده. همین اگر کامنت ها روشن بود بگین. اگر اون چنل رو زدم چالش رو، ولی الان که نمیزنم. با دوربین بگیرم. دوربین که 50-60 میلیونه. نه از یه دوربین خوب میگیریم. بگین اولین چالش هم چی باشه. به نظرتون برم کل بستنی ها رو با هم قاطی کنم، یا مثلا کل نوشیدنی ها رو با هم قاطی کنم، یا 30 تا تخم مرغ بپزم؟ اون میشه اینجوری. حالا تو ماه محرم که چند ماه دیگه است، میخوام ویدیو بگیرم اون چنلم. اگه بزنم میخوام ویدیو بگیرم چی بشه، میرم تو یوتیوب میخوام ببینم، میخوام میلیونی بازی بگیرم. اصلا میلیونی هم یعنی میخوایم تو ماه محرم دیسکو صلوات اینا بزنیم.
بریم مثلا نزدی بدیم، مثلا چای بدیم و شیرینی، هر چی به دستمون بیاد میدیم. ما میدیم. آقا شب دیگه. آقا خب چیکار کنن الان؟ آقا شب ستاره زده بیرون دیگه بیرون. ای من نمیخوام فوش بدم، ماینکرافت ما رو فشاری میکنه. تقصیرم. آقا شب دیگه. امشب دل من هوس رطب کرده، این عاشق شده این هوس رطب کرده. خب آقا شب دیگه. اینجا جای بدیه. اینجا جای بدیه. اوه مگه میشه؟ دارم چیز مابه. آنا بهشت ماینکرافت ما رو فشاری میکنه. ما فقط گاو و گوسفند بود دیگه. چی بود؟ موجانگ دهن سرویس. حاجی این نمیخواد تموم بشه. انشالله که تموم میشه. این دیوارا رو میسازم، بعد میرم چیز میکنم. دو قسمت بعدی چیز میکنم، میرم چی میگم، میرم سقفش رو میسازم. میرم سقفش هم بسازم. نه من میگم اینجوری کنم، دیوار رو بسازم، ویدیو رو تموم میکنم، بعد مثلا بعد میرم چیز میکنم. چی میگن؟ خب دوستان، سری هاردکورمون تموم شد. تا ویدیوی بعدی بدرود.